بچه‌ها چطورین؟ یک شب که تنها خانه بودم زد به سرم که عکسی که واسه ایونتو میخواستم رو بگیرم. این عکسی که میخواستم بگیرم باید توی تم ترسناک و تاریک گرفته میشد. پس منم چراغا رو خاموش کردم و یک چراغ قرمزی که توی خونه داشتم رو روشن کردم. وقتی چراغ قرمز روشن کردم رفتم جلوی آینه و اون عکسی که میخواستم رو بگیرم. اما عکس اولی که گرفتم زیاد توی دلم جا نگرفت و رفتم واسه عکس دوم. عکس دوم با ژست متفاوتی گرفتن خوب در اومد، اما وقتی که توی گوشی دیدم یکم بیشتر بررسیش کردم ببینید چه دیدم. واقعا ترسناک بود. اما من سر کنجکاوی رفتم دوباره عکس ببینم که ببینم آیا دوباره میبینم اونو یا نه، که یهو از اون موقع تا حالا دیگه تنهایی جلوی آینه عکس نگرفتم. ساعت 8:09 شب بود که من طبق معمول توی اتاق داشتم با گوشی بازی میکردم که یهو آیفون زنگ خورد. منم بلند شدم و رفتم آیفون رو جواب بدم. وقتی رفتم هرچی الو الو کردم کسی جواب نداد. منم بیخیال شدم و رفتم توی اتاق دوباره. اما بعد چند دقیقه دوباره آیفون زنگ خورد. الو کیه؟ بار دوم که زنگ زد قد عصبانی بودم که پشت آیفون موندم تا بار سوم که زنگ زد همون سریع جواب بدم تا ببینم کیه. الو چرا زنگ میزنی؟ الو انقدر عصبی شدم رفتم پایین تا ببینم کیه. وقتی کسی رو ندیدم برگشتم رو آسانسور که یهو وقتی در باز شد خیلی تعجب کردم، ولی وقتی رفتم در رو بندم یهو دیدم یکی جلوی در وایساده. منم از ترس از پله ها رفتم رو به خونه و دیگه از اون قضیه به بعد نمیدونم چه اتفاقی افتاد. از اونجایی که مادر بزرگم منو خیلی دوست داره وقتی که تنها میشه به من زنگ میزنه که برم پیش اون. منم خوشم اومد و بعد از چند ساعت اسنپ گرفتم و رفتم خونه مادر بزرگم. وقتی رسیدم خونه مادر بزرگم دیدم مستاجرشون خونه نیست. منم از اونجایی که کلید داشتم در رو باز کردم و رفتم بالا. وقتی رفتم بالا همه چراغ خونه به جز چراغ اتاق مادر بزرگم خاموش بود. وقتی رفتم توی اتاق مادر بزرگم دیدم خوابیده. منم پتو کشیدم بالا سرش و برقا رو خاموش کردم و اومدم بیرون. منم بعد از چند دقیقه ظرفا رو شستم، چراغا رو خاموش کردم و رفتم توی یکی اتاق و دراز کشیدم.
وقتی یکم با گوشی بر رفتم خوابم برد که بعد از چند ساعت خواب یهو از خواب پا شدم و خود به خود چشم به عکس پدر بزرگم که فوت شده بود خورد. بعد از چند دقیقه زل زدن به عکس پدر بزرگم یهو وقتی اونو دیدم از ترس زیادی در اتاق باز کردم و همه چراغا رو روشن کردم. وقتی مادر بزرگم از سر صدای من بیدار شد گفت هیچی نیست، ولی من میدونم اون یه چیزی رو از من پنهان میکنه. این ویدیو رو سابسکرایب کنین و لایک کنین و نظرات خود رو برای ما کامنت کنین و اگه کامون کسی چیزی داشت لطفا به بزرگی خودتون ببخشید. این ویدیو رو دست تنهایی درست کردم.